دین از سیاست جداست، سیاست از دین جداست. این عقیده مسیحیت است. عقیده کیست؟ این عقیده هندوست. این عقیده کفار آمریکایی است. بزرگترین سیاستمدار در روی زمین محمد نازنین صلی الله علیه و سلم بود. بزرگترین کتاب سیاست قرآن هست. بزرگترین معلم سیاست صحابه هست. این همه آیاتی که در قرآن در مورد قصاص و حدود و تطبیق قانون است، اینا سیاست نیست؟ جواب بدیم، سیاست است یا نیست؟ علما خوب میدانه است. این شعار باطل، ملار به سیاست کاری نیست، ملار به حکومت کاری نیست، ملار به قانون کاری نیست، ملار به حق زن کاری نیست. این دعوت مسیحیت و هندو و کفار است. از هر جا که بلند شه این دعوت باطل است. خیلی تو بوده که به فهم ازی رسول الله نماز میخوانده، درس و تدریس میکرد، ابو جهل حکومت میکرد. ابو جهل حکومت میکرد یا رسول الله میکرد؟ بگی بلند. ابو بکر نماز میخوند، درس و تدریس و عبادت و روزه میگرفت، باز ابی ابن خلف و مشرکین حکومت میکرد؟ نه. قرآن درباره حکومت داری گفتنی داره، درباره تجارت گفتنی داره. اسلام نظام اقتصادی نداره. این عقیده غربی است. ده ها آیت، صدها آیت است درباره تجارت. اسلام تکنولوژی چیزی نگفته. اشتباه فهمیدی کاکا جان، قرآن ندانستی، پوش قرآن شناختی تو. الله در سوره هود، سوره نوح، سوره مزمل، سوره حدید در مورد اسباب و ابزار یادآوری میکنه. در قرآن هم اشاره به اسباب و ابزار شده. استفاده صحیح باید بشه. ما باید اسلام تکمیل بپذیریم در همه ابعاد زندگی. حکومت داری در اسلام است، تجارت در اسلام است، باید عملی قبل از مرگ بکنیم. این یکی از آثار جنگ باطل هست. صدها آیات قصاص حدود میشکنه، نماز میخونه، بس خلاص. نه، در باره تجارت، اخلاق، معاملات، معاشرات، در تمام امور قرآن کریم گفتنی داره.